اگر به شما بگوییم یک تصویر، تنها یک تصویر، توانست دنیا را برای چند ساعت به هم بریزد، باور می کنید؟ تصویری از دونالد ترامپ با پاهایی که به نظر متورم می رسند و دستی که روی آن کبودی دیده می شود، همین چند عکس کافی بود تا میلیون ها نفر در سراسر دنیا این سوال را مطرح کند. آیا ترامپ واقعا بیمار است؟ سلام، به روز نیوز خیلی خوش اومدید. اما قبل از اینکه ادامه بدیم یک سوال از شما دارم. اگر رهبر یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا دچار مشکل جسمی شود، آیا این موضوع فقط یک خبر پزشکیه یا میتونه روی سیاست، اقتصاد هم و حتی امنیت جهان تاثیر بذاره؟ پاسخ خودتون رو توی ذهنتون نگه دارید تا آخر ویدیو. چند روز قبل با انتشار تصاویر جدید ترامپ باعث شد شبکه‌های اجتماعی پر از گمان زنی شوند. بعضیا گفتند او بیمار است. بعضیا ادعا کردند حالش خیلی وخیم شده و عده‌ای هم معتقد بودند همه این حرفا بزرگنمایی رسانه‌ایه. اما واقعیت چیست؟ کاخ سفید اعلام کرده پزشکان پس از انجام معاینات بیماری نارسایی مزمن وریدی را برای ترامپ تشخیص دادند. بیماری که میتواند باعث ورم پاها شود و در سنین بالاتر نسبتاً شایع است. همچنین اعلام شده که بررسی‌ها نشانه‌ای از لخته خون یا بیماری جدی قلبی نشان نداده است. اما این پایان ماجرا نیست. چرا یک خبر پزشکی ساده اینقدر مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت؟ پاسخ شاید در جایگاه شخص ترامپ باشد، اما فقط یک سیاستمدار نیست. تصمیم‌های او در سالهای گذشته روی اقتصاد جهانی، روابط بین کشورها و حتی تنش‌های بین‌المللی تأثیر گذاشته است. حالا سوال مهمتر، اگر روزی سلامت یک رئیس جمهور زیر سوال برود، بازارهای مالی سرمایه‌گذاران و دولت‌ها چه واکنشی نشان می‌دهند؟ تاریخ نشان داده که وضعیت جسمانی رهبران سیاسی گاهی به موضوعی فراتر از سلامت شخصی تبدیل می‌شود. به همین دلیل رسانه‌ها چنین خبرهایی را با حساسیت زیادی دنبال می‌کنند. اینجا یک نکته مهم وجود داره. در فضای مجازی شایعات با سرعتی بیشتر از گزارش‌های رسمی منتشر می‌شوند. به همین دلیل باید آنچه رسما اعلام شده و آنچه صرفاً در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود تفاوت قائل شد. حالا بیایید یک سوال دیگه مطرح کنیم. در ماه‌های اخیر جهان شاهد تنش‌های متعددی در خاورمیانه بوده است. از جمله درگیری میان ایران و اسرائیل و پیامدهایی برای منطقه. در چنین شرایطی طبیعی است که رسانه‌ها وضعیت سلامت رهبران کشورهایی که در تصمیم‌های بین‌المللی نقش مهمی دارند با دقت بیشتری دنبال کنند. اما این به این معنی وجود ارتباط مستقیم یا علت و معلولی میان این رویدادها نیست. چنین ادعایی بدون شواهد معتبر قابل مطرح نیست. شاید مهمترین درس این ماجرا همین باشد، اینکه هر خبر داغی را نباید بدون بررسی پذیرفت. حالا نوبت شماست. به نظر شما آیا رسانه‌ها درباره سلامت سیاستمداران بیش از حد جنجال ایجاد می‌کند یا مردم حق دارند از وضعیت سلامتی جسمانی افرادی که تصمیم‌های مهم جهانی را می‌گیرند با خبر باشند؟ نظر خودتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگر تا اینجا همراه ما بودید این ویدیو رو لایک کنید، کانال روز نیوز رو دنبال کنید و زنگ اعلام رو فعال کنید تا تحلیل مهمترین اتفاقات روز نیوز دنیا رو از دست ندهید.